لا أنصح أحداً أن يخرج للغرب إلا إذا كان محصناً في دينه محصناً. لماذا أنا هنا في هذه الدنيا؟ چرا من در این دنیا هستم؟ هدف موجودیت من چیست؟ پس از مرگ چی می شود؟ اینها سوالهای فطری می باشند که ما به یکدیگر در خصوص هدف موجودیت خود می دهیم. محض این سوالها ما را از حیوانهای جدا می سازد که تنها تحت تاثیر غریزه های خود زندگی می کنند. احساس هدف، رحمت و عذاب جزئی ترکیب فطرت است، چنان که در این معروضه بررسی خواهیم کرد. ستایش مر الله را درود و سلام باد بر رسول خدا. محض دین به این سوالها پاسخهای درست می‌دهد، تشنگی معنوی را می‌شکند و عقل را قانع می‌سازد. در نتیجه انسان با پروردگارش پیوسته می‌گردد، از نور وحی پاک قوت می‌گیرد. این مثل کشتی است که پس از گمشوی در فضای بیکناری به منبع خود پیوسته شده به سوی هدف اصلی خود حرکت می‌کند. وی با پیروی از خط مقرر شده راه خود را در می‌یابد و با امنیت کامل به هدف خود می‌رسد. اما در برابر این احساس هدف برای اتئیست نه رحمت بلکه عذاب است، زیرا آن در ذهن او سوالهای برمیانگیزد که پاسخی قانع کننده ندارد. بگذار کوشش کند و جواب یابد. این جستجو در نهایت او را به نیگیلیسم میرساند، به دنیای بدون معنا و ارزش‌ها. در این معروضه ما مثال‌های از چنین عذاب‌ها را بررسی خواهیم کرد و خواهیم دید که چطور اتئیستان در تلاش رهایی از این حالت دست و پا می‌زنند. سپس شرفمندی انسان را در ایمان و پستی او را در بیخودایی خواهیم دید. بیایید به تجربه پروفسور ویلیام پروین نظر اندازیم. او عالم تاریخ و بیولوژی اِوولوسیونی در دانشگاه کارنل بود و شخصیت اتئیست به شمار می‌رفت، اما بیخودایی او را به کجا برد؟ خود پروین چنین میگوید: خدای وجود ندارد، زندگی پس از مرگ وجود ندارد، قاعده های مطلق اخلاقی نیستند، حیات معنای نهایی ندارد، انسان صاحب اراده آزاد نیست، همه چیز به آینده اِوولوسیونی سخت علاقمند است، امروز هستی فردا نه، همش همین است. این سخنان نشان می‌دهند که بیخودایی نه تنها به سوالهای فطری انسان پاسخ نمی‌دهد، بلکه او را به باطلاق معنوی ناامیدی می‌کشد. اینک پروین به شما همان چیزی را میگوید که نسل‌های پیشین گفته بودند: جز زندگی دنیوی ما چیزی دیگری نیست. میمیریم و زنده میشویم و ما را جز وقت چیزی دیگر هلاک نمی‌کند. او ادعا می‌کند که زندگی نه معنا دارد و نه هدف. بیایید ببینیم که به خدای او در روبروی این انتظاری او را به کجا برد. پروین میگوید: خوب، من مثل برادر کلانیم ناامید نمی‌نشینم. او سال گذشته وقتی که از بیماری لو گریگ وفات میکرد ناامید شده بود. واقعا میخواست بمیرد، اما ما نتوانستیم به او یاری رسانیم. من این طور مردن نمیخواهم. پیش از آن که به چنین حالت رسم به سرم تیر خالی میکنم. وقتی که حیات نه هدف دارد و نه معنا، پس یگانه راه برای انسان لذت حیوانی و زندگی مادی است. اگر حیات چنین نباشد، پس برایش بهتر است که آن را به پایان رساند. از این رو ما میگوییم که سوال هدف زندگی چیست برای آن کسی که هستی الله را انکار میکند یک عذاب است. بیایید ببینیم که اتئیستان چگونه با این سوال روبرو شده از آن رنج میکشیدند و از جوابگویی میگریختند. از اتئیست ریچارد داکینز پرسیدند که آیا علم میتواند به سوال چرا ما در اینجا هستیم جواب دهد؟ پس او چی جواب داد؟ عالم و برنده جایزه نوبل پیتر مدور گفته است که علم نمیتواند به سوال چرا ما در اینجا هستیم جواب دهد. من نمیفهمم که چگونه میتوان این را با چنین اعتماد گفت. خوب، جواب من به این سوال چنین خواهد بود: چرا شما فکر میکنید که حق دارید این سوال را دهید؟ این سوال معنا ندارد. مثلا اگر شما پرسید که چرا کوه‌ها وجود دارند، البته میتوان گفت که آنها نتیجه های روندهای گیولوژی هستند.
اما این جوابی دلخواهتان نیست. شما میخواهید بدانید که آنها با کدام هدف وجود دارند. این سوال ابلهانه بوده، سزاواری جواب نیست. What is the purpose of a mountain? It's a silly question. Doesn't deserve an answer. اینک به فکر داکنز سوال چرا ما در اینجا هستیم یک سوال ابلهانه است که سزاواری جواب نیست و کسی حق ندارد که آن را بپرسد. عجیب، حتی کودکان هدف موجودیت اشیایی را که میبینند میپرسند. اما موافق اتئیسم اگر انسان مهمترین سوال را درباره هدف موجودیت خود بپرسد، این سوال ابلهانه حسابیده می شود. علم امپیریکی کوشش میکند که هدف اشیا و حادثه های طبیعی را فهمد. با عقیده اتئیسم شما حق دارید هر چیزی را بیاموزید و هر سوالی را بدهید، اما حق ندارید که از هدف موجودیت خود پرسان شوید. وقتی که ما درباره احکام شرعی سخن میرانیم، بعضی ها اعتراض میکنند انسان الکی مریخ را آموخته است، شما باشید هنوز درباره چنین چیزها بحث میکنید. برعکس ما باید از آنها پرسیم آیا درست است که انسان از آموزش ماه، مریخ و گالاکتیکا هایی که میلیاردهای سال روشنایی دور هستند حرف زند ولی هدف موجودیت خود را نداند؟ در اصل پاسخ داکنز کاملا با دیدگاه مادی به خودآگاهیش موافق است، زیرا تصادف هیچ کاری را هدفمندانه انجام نمیدهد. علم امپیریکی از کشف کردن هدف زندگی عاجز است. اما به جای اعتراف کردن این نقصان، اتئیستان به چنین خلاصه میرسند اگر سوال جواب نداشته باشد پس آن سوال بی‌عقلانه است. پس از سخنان داکنز حیران نشوید که میگوید کائناتی که ما مشاهده میکنیم کاملا با آن خصوصیت ها مطابقت میکند که ما باید انتظار شویم، به شرطی که در اصل آن به جز از بی‌پروایی بی‌رحمانه چیزی به مانند تصمیم، هدف، خیر و شر وجود نداشته باشد. چنین یک جهان بینی خالی و سرد که در آن همه چیز تصادف است نمیتواند به سوالهای عمیق فطری انسان پاسخ دهد. اینک این یکی از روش‌های است که بعضی اتئیستان در مناسبت به احساس هدف انتخاب کردند، ابلهانه خواندن این احساس فطری. اما در برابر آنها گروه دیگری هستند که میگویند بله، بر اساس نظریه زندگی هدف حقیقی و معنا ندارد، اما ما نمیتوانیم از روی این نظریه زندگی کنیم. از این رو باید خود هدف ایجاد کنیم، یعنی خود را باور کنیم که حیات هدف دارد تا توانیم زندگی را ادامه دهیم. شما این مفهوم را در فلسفه با نام نیگیلیسم اگزیستانسیالی خواهید یافت. انسان میتواند مدتی خود را فریب دهد، اما بعد چی؟ برای ادامه دادن زندگی بعضی اتئیستان کوشش میکنند که خیالاً به حیات معنا بخشند، حتی اگر خود به حیات بعد مرگ باور نداشته باشند. بیایید ببینیم که یکی از معروفترین فیلمسازان امریکا، اتئیست وودی آلن، در این باره چی میگوید. از این روی یگانه کاری که ما همچون هنرمند در این قضیه کرده میتوانیم این است که کوشش کنیم آدمان را باور کنیم که زندگی سزاوار آن است که در آن زندگی کنند، یعنی آن چیزی مثبت بوده معنا دارد. اما شما این کار را تنها با راه فریب دادن آنها کرده میتوانید، زیرا در نهایت این زندگی واقعا معنایی ندارد، چون که ما در کائنات تصادفی زندگی به معنی را پس سر میکنیم. از این رو باور کنانیدن آدمان به آنکه حیات سزاوار زندگی است یک وظیفه خیلی دشوار می باشد. من فکر میکنم که یگانه راه امکان پذیر مشغول کردن آدمان با چیزهای گوناگون است. این همان کاری است که من انجام میدهم، چون ساختن فیلم مشغولیتی خوب است. هنرپیشه ها نیز همین کار را انجام میدهند. آنها با آفریدن نقش ها مشغولند، زیرا اگر مشغول نباشند آنها در خانه یا در ساحل می نشستند و به فکر فرو می رفتند. خدایا، این زندگی چی معنا دارد؟ من پیر می شوم و می میرم. اگر نزدیکانم بمیرند با من چی می شود؟ از این رو یگانه کاری که شما کرده می توانید این است که خود را مشغول سازید. باید لحظه هایی داشته باشید که شما را از روبرو شدن با واقعیت نگاه می دارد. پس ما باید خود را مشغول سازیم. اینک او آشکارا میگوید که رسانه ها مردم را فریب داده آنها را وادار میسازند که باور کنند که زندگی معنا دارد، حالان که در اصل معنایی ندارد. بهترین وسیله برای پنهان کردن این حقیقت مشغول نگاه داشتن آدمان است تا آنها به خود سوال ندهند آیا زندگی واقعا معنا دارد؟ پس از مرگ من چی می شود؟
تو باید خودت را مشغول سازی، زیرا اگر لحظه تنها مانی این سوالها به تو هجوم خواهند کرد. وودی آلن اقرار می شود که اتئیستان باید پیوسته سرگرم باشند تا با واقعیت تلخی معنا نداشتن حیات روبرو نشوند. سخنان او را به یاد آورید وقتی که این کلام الله متعال را میشنوید و مانند کسانی که خدا را فراموش کردند مباشید. پس خدا از خاطر آنها حق نفسهایشان را فراموش گردانید. آنها الله را فراموش کردند و در نتیجه الله چنان کرد که آنها خود را فراموش کردند. آنها هدف آفریده شدنشان را، رسالت اصلی خود را و عملی که به آنها فایده میبخشد فراموش کردند. آنها غم همه چیز را خوردند، به همه چیز توجه کردند مگر نفس خود را فراموش کردند، آن نفسی که از همه به آنها نزدیکتر بود. اصول دیگری کناره‌گیری از احساس هدف این راه است که پروفسور اتئیست لورنس کراوز پیروی میکند. چند ماه پیش او کتابی بهترین حکایت در طول زمان چرا ما در اینجا هستیم را نشر کرد، اما بین نام کتاب و مضمون آن فرقی بزرگ وجود داشت. با سوالهای معنای حیات چیست، پس از مرگ چی می شود، او گفت کائنات فریبی نظر نیست، اما آن تصادفی می باشد. آن سببی موجودیت ما نیست. کائنات برای موجودیت ما به هیچ وجه آفریده نشده است. آن می تواند از بین رود و محض در همین زیبایی آن است. چرا زیبایی؟ زیرا این معنای آن را دارد که ما خیلی خوشبختیم که در اینجا هستیم. ما عقلی رشد یافته داریم و توسط آن می توانیم درباره این مسئله فکر کنیم و لذت بریم. آیا لذت می تواند خالگی معنوی را پر کند؟ این همه تنها یک راه فرار از احساس هدف است. اما احساس هدف یک احساس فطری عمیق است که قلب را چنان تشنه می سازد که جز آب پاک وحی چیزی آن را سیر نمی کند. اتئیستان کوشش می کنند که خود را فریب دهند تا با این خالگی روبرو نشوند، اما برعکس آنها مؤمنان را گناهکار می کنند و می گویند آنها کسانی هستند که خود را فریب می دهند. نه همه اتئیستان می توانند با این خود فریبی تا آخر زندگی کنند. بعضی ها نهایتا درک می کنند که نمی توانند با خالگی معنوی همیشه زندگی نمایند. اتئیستی فرانسوی ژان پل سارتر نتوانست به این خود فریبی تاب آورد. پس از جنگ طولانی با اصل موجودیت خدا، فطرت و احساس هدفش برای غالب آمد. او نهایت اقرار شد من فکر نمی کنم که زاده تصادف و ذره ناچیزی در کائنات هستم، بلکه من خودم را شخصی می بینم که انتظارش بودند، برای هدف آماده کردند و تقدیرش را نوشتند. خلاصه من مخلوقی هستم که تنها خالق می توانست در این زمین جای دهد. پس از این ژان پل سارتر اتئیسم را ترک کرد و موجودیت خدا را تصدیق نمود، اما متاسفانه نه توسط دین اسلام. احساس هدف برای اتئیست بسیار فشارآور و دردناک است، زیرا انسانی که خود را به هدف می‌بیند ناچیز و بی ارزش می‌شود. چقدر دشوار است وقتی انسان خود را ناچیز احساس می‌کند. اتئیست استیون هاکینگ قبلا گفته بود نسل بشر تنها یک پرتاب کیمیایی در سیاره میان حجم است. این اندیشه را باز هم تاکید کرده گفت ما چنان ناچیزیم که باور نمی‌کنم تمام کائنات برای ما آفریده شده باشد. این چنین در سامانه‌های اتئیستان چنین اظهارات را پیدا می‌کنید. تصورات نوی که ما درباره کائنات حاصل کردیم نشان می‌دهد که ما نظر به آن که پیشتر فکر می‌کردیم ناچیزتریم. ما مطلقاً یگان ارزشی نداریم. پس چرا این عالم باید برای ما آفریده شود در حالی که ما اینقدر ناچیز هستیم؟ موافق تعلیمات اسلام انسان برای یک هدف بزرگ آفریده شده است: عبادت الله متعال، ایجاد علاقه محبت بین انسان و پروردگارش، تأثیر آثار صفاتهای الله در حیات انسان، شرف او، انعام او، رحمت او، آمرزش او، هدایت او، احسان او. چون این هدف عالی شایسته آن می‌گرداند که کائنات به کسی سرخم کرده شود که عمل اجرای این رسالت بر دوشش است. الله متعال فرموده است او برای شما چیزهایی را که در آسمان‌ها و زمین موجود هستند سرخم کرد. اما اتئیستان میگویند نه، ما برای چنین مقام خیلی خرد هستیم. بعضی ها مطمئنند که اتئیسم انسان را احترام میکند، اما اتئیسم با زبان حال خود میگوید ما در این دنیا برای آن هستیم تا مردم را باور کنانیم که زندگی هدف ندارد. انسان تنها یک پرتاب کیمیایی و موجوداتی بی ارزش است. او شایسته آن نیست که کائنات به خاطر او آفریده شده باشد. اصل پیدایش او حیواناتی پست می باشد. عقل او باوری بخش نیست. حیات او معنا، اخلاق مطلق و هدف ندارد. سوالی چرا ما در اینجا هستیم یک سوالی ناچیز است.
ҳар атеисте ки фикри дигаре баён мекунад ба атеизми худ мухолиф мебарояд ва маълум мешавад ки бо он ҳамоҳанг нест. Вале бо вуҷуди ин баъзеҳо бовар доранд ки атеизм инсонро эҳтиром мекунад. пас ҳамду ситоиш ба Аллоҳ бод ки моро бо парастиши худ гиромӣ дошт ва моро аз ҷумлаи хоршудагоне нагардонид ки аз ин мақом худдорӣ намуда худро хор сохтанд. ҳар киро Аллоҳ хору залил кунад ҳеҷ кас ӯро иззат нахоҳад дод. بأنفسهم ومن يهن الله فما له من مكرم. тамошобинони гиромӣ, агар хоҳед ки наворҳои мо зуд бароянд, пас зер кардани тugмачаи лайкро фаромӯш накунед. Албатта ба шабакаи мо обуна шавед ва наворҳои моро ба дигарон расонед, зеро расонанда мисли амалкунанда соҳиби мукофот мегардад.